آقای دکتر نه، با این همه مشغله که شما داریم من انتظار عیدی از شما ندارم. باریکلا، مرسی. عقل شعور. اصلا عید چه ربطی به مادیات داره؟ کی گفته بهترین عیدی یه پیرهن با یه دستکت و شلواره؟ بهترین عیدی توجه است، توجه. باریکلا که دمت گرم. ولی اگه درست به من توجه کنین متوجه میشین که من یه پیرهن با یه دستکت و شلوار کم دارم. یه تخته اساسی هم کم داری، ولی برو سر سوالات که هزینه‌اش اونجا کمتره. آی دکتر میخوام برم سر بحث سخنرانی مقام عظما توی مشهد. اوه دیدی گفتم یه تخته کم داری، تخته اساسی. مگه مقام عظما نگفته بود مردم حق دارن اعتراض کنن؟ فقط حواسشون باشه اغتشاش نشه. مگه از مردم خدا عذرخواهی نکرد؟ مگه نگفت صداتون رو شنیدم؟ پس چرا یهو فاز عوض کرد تو صحبت عیدش همه رو انداخت گردن خود مردم؟ پس اصلا برایش معذرت خواسته بود. خودمونی دکتر قاطی نکرده؟ نه قاطی نکرده، کم آورده. وقتی که آدم یه چیزی میگه بعد توش میمونه، خب همینطوری باید سرتای قضیه رو یه جوری هم بیاره دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به مشنگی گفتن از چه گلی بیشتر خوشت بیاد؟ گفت عقاقیا. گفتن خب همینو بنویس. گفت غلط کردم روز. یعنی حیوانکی روشن شد یا بفرستم سراغ حیوانکی مقام عظما اینقدر کم آورده؟ نه خیر، تو اینقدرشو دیدی، اون بیشتر کم آورده. رونالدو رو دیدی که به چپ نگاه میکنه، پاسو میندازه به راست، بعد دفاع جلوی گیج میشه میخوره زمین. به به چه عالی، مقام عظما مثل رونالدو کار میکنه. نه مثل اون دفاع جلویی گیج میشه میخوره زمین. ما از شرق میگیم، اون از غرب داره جواب میده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن به مشنگه گفتن در ببند بیرون سرده. گفت حالا مثلا من در ببندم بیرون گرم میشه. روشن شد یا بفرستم سراغ بستن در بیرون؟ آره بفرستین برم پشت در بمونم، بهتر از اینه که این اهانت رو به مقام عظما رو بشنوم. بریم سراغ پیام نوروزی مقام عظما. گفت تلخی و شیرینی داشتیم، ولی هرچی شمرد همش تلخی بود. آی دکتر خب انتخاباتی که جز شیرینی ها گفت. آی دکتر اینه که هر بسیجی هم فهمید که انتخابات کوفت مقام عظما شد. جام زر شقه رو سر کشید از ترس چیزی که آخر سال اونم به سرش اومد، هم چوبو خورد، هم پیاز و هم 100 تومن داد. آی دکتر اون وقت اینو میگه شیرینی. نگاه کن تو بوکس هم همینطوریه، بعضی وقتا یه مشتی میخوره تو پوزت که تو راه که داری میرسی کفری بیفتی برای همیشه، دلت برای اون مشت قبلیات تنگ میشه، همشون برات میشن شیرینی. آی دکتر مقام عظما رو همینجا کفرینگ بذاریم یه استراحتی بکنه، بریم سراغ بحث مشاور امنیت ملی کاخ سفید. اون مشاور جدیدن رو میگه لازم نکرده ما سراغ چیزی بریم، همه چی داره خودش میاد سراغمون. حالا بالاخره چه کار کنیم؟ من میگم با اقتدار نظام بترسونیم. آره باید یادآوری بهشون بکنیم که دبیر شورای عالی امنیت نظام ما هم شمخانیه. شوخی میکنی آی معلومه دکتر؟ دارم شوخی میکنم، ولی خودت سر شوخی رو باز کردی. آیه دکتر ما خودمون حالی بهمون نمونده، شما هم دوباره حالگیری میکنید. تو رو خدا نه اتفاقا شوخی راه حل خوبیه. بهشون بگیم که این دبیر شورای عالی امنیت ماست، به این مشنگ بگیم که دوباره اون لباس نظامی بی‌خاصیتشو بپوشه بیاد تو صحنه. شمخانی؟ آره مگه میشه؟ این خودش از اون مشنگاست که هر وقت حرف میزنه 3 نفر باید بفرستیم گلابکاریاشو جمع کنن. آی دکتر اگه ببیننش شاید دلشون برامون بسوزه که این مشنگ دبیر شورای عالی امنیتمونه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن یارو تو رانندگی دعوا شد، از ماشین که پیاده شد دید طرف مقابل یک مرسی هیکلی از اون قولا. مرسی هیکل برگشت بهش گفت تو اگه شعور داشتی اینطوری رانندگی نمی‌کردی. اینم برگشت گفت آره راست میگی، مشکل ذهنی دارم، مغزم درست کار نمیکنه، الانم دارم میرم دکتر، حالا حتما باید جلو همه آبروی منو ببری. مرسی هیکل دلش سوخت، گفت داداش شرمنده ببخشید، اصلا تقصیر من بود. آیا دکتر یعنی میخوای بگی همه این بدبختی تقصیر مقام عظماست؟ بدبختی تو باید